اما کار در کلاس صفحه 48. بریم سراغ کار. ببینید بچه اینجا گفته حاصل ضرب ها را به دست آورید. ما اینجا چند تا جدول ارزش مکانی هم داریم که میخواد یه نکته ای رو به ما یادآور بشه که ما وقتی هر عددی رو ضرب میکنیم باید نتیجه رو تو جای درست بنویسیم. یعنی چی؟ اینجا رو نگاه کنید. من ساده اینو توضیح میدم، توضیحات زیادی هم نمیخوام ارائه بدم گیج بشید. 3/7 میشه چند تا؟ نگاه کنید. 237 100%. یکی 10 تایی 100 تایی. 3/7 میشه چند تا؟ میشه 21. بچه من 21 رو نمیتونم اینجا بذارم. من فقط اینجا موجود هستم یه دونه رقم میذارم. یعنی من الان باید چی رو اینجا بذارم؟ 21. اون یه دونه یکیشو یا اون دوتا 10 تایشو. خب معلومه ما همیشه اون یکیشو اینجا قرار میدیم. یعنی من اینو پاک میکنم، فقط میگم خب 21 یه دونه یکی دوتا 10 تایی. دوتا 10 تایی رو انتقال میدم بالای مرتبه بعدی. سه تا میشه چند تا؟ 9 تا. با اون دوتا میشه چند تا؟ 11 تا. 11 رو هم نمیتونم اینجا بنویسم، یکی 11 رو اینجا بنویسم، اون یه دونه 10 تاشو میبرم بالای مرتبه بعدی قرار. 3 دوتا میشه چند تا؟ 6 تا. با اون یه دونه میشه چند تا؟ شد 711. بعدی هم به همیشه 5 4 تا میشه 20 تا. 20 یعنی صفرشو میذارم، صفر تا یکی، اون دوتا 10 تاشو میبرم بالای مرتبه بعد. 5 دوتا 10 تا. با اون دوتا 12 تا. دوباره دوتا یکی، این یه دونه 10 تاشو میبرم بالای 100 مرتبه بعد. 5 تا 25 تا. با اون یه دونه 26 تا. حالا بچه 26 رو چیکار کنم؟ میگم آقا من 26 6 شو میذارم اینجا، دوتا 10 تا رو میبرم بالای مرتبه بعدی قرار میدم، یعنی 1000. حالا بچه این رو ضرب کنیم. 5 0 0. 5 0 تا این در واقع صفر ها. 5 0 تا 0 تا با اون دوتا یعنی 0 به اضافه 2 میشه 2. میشه 2620 به همش. بعدی 4 1 4 تا. 4 2 تا 8. 4 7 تا 28. من 28 8 یکی و اینجا دوتا 10 تاشو میبرم بالای مرتبه بعدی. در واقع کتاب داره به ما یه چیزی رو یاد میده که همینه. این نکته مهمش همین قسمت، این دوتا قبلیه، یعنی این تمرین قبلی و این همین داره. میگیم 4 0 تا یعنی 1000 تایی داریم؟ نه. 4 0 0. اون دو خودش میاد. حالا بعد این دیگه جدول ارزش مکانی نذاشته باش. 2 7 تا 14. 14 یه دونه 10 تاشو میبرم بالای مرتبه بعدی قرار. 2 5 تا 10 با اون یه دونه 11. یک 10 یکیشو اینجا یه دونه 10 تا رو میبرم بالای سر 4. یکم این ورتر شد. 2 4 تا 8 تا با اون یه دونه میشه چند تا؟ 9 تا. شد 914. اینم از کار در کلاس.